خواهش میکنم 2 دقیقه گوش کن. من تو این 25 سالی که تو ایران زندگی کردم و این 30 سالی که تو اروپا بودم آدمای خوب خیلی زیاد دیدم. مگه فرق آدم خوب و آدمی که خوب نیست این نیستش که آدم خوب موقعی که میدونه کارت لنگه استفاده شخصی سوء استفاده شخصی نمیکنه، بلکه بهت کمک میکنه. من آدمای خوب خیلی زیاد دیدم تو زندگیم، آدمایی که شاید تو شهرمون اسمشون آدم بیاره تمام کسایی که میشناسنش میگن واقعا آدم خوبیه. ولی یه روز یه چیزی از یه راننده تاکسی دیدم که از هیچ پیامبری نشنیده بودم. خواهش میکنم با دقت گوش کن. من 16 سالم بود، مسلماً گواهینامه نداشتم. یه اشتباه خیلی بزرگی کردم، یکی از شاید بزرگترین اشتباهات دوران جوانیم. ساعت 12 شب عموم اومده بود خونه ما مهمونی، شب خوابیده بود. من رفتم از تو جیب عموم یواشکی سویچ ماشینشو برداشتم، یه هیلمن سفید یخچالی داشت. یواشکی زدم بیرون با ماشین تو شهر این ور اون ور، یه خودم مسافری کشی کردم. خیلی عشق رانندگی داشتم. ساعت تقریبا هلوش 2 نصف شب بود. کسایی که هیلمن رانندگی کردن میدونن خیلی فرمون تیزی داره. من همینجور که نگاهم به یه مسافر بود، یه جای کنار خیابون وایساده بود مسافر، بغل خیابون چند تا تاکسی وایساده بودن. من همینطور که نگاه کردم به سمت راست تو صورت مسافر، ماشین کشید سمت راست، یواش یواش زدم تو 2 تا در یه تاکسی که پارک کرده بود. یه تاکسی شیک تمیز نو، 2 تا دراشو له کردم. پشت فرمون خشکم برد، خشکم زد، ببخشید. راننده تاکسی اومد بغل دستم، یه مرد خوشتیپ تقریبا 35-40 ساله‌ای بود. یه نگاهی به من کرد، من همینجور پشت فرمون مونده بودم. گفت جوان چی کار کردی؟ 2 تا درهای ما رو له کردی. گفتم داداش نوکرتم، من گواهینامه ندارم، اگه میشه به پلیس زنگ نزن، خرج ماشین هرچقدر بشه میدم. خرج ماشینتو میدم که پول که نداشتم که اگه میخواستم خرج ماشینشو بدم لو میرفت دیگه، بعد از باباینا میگرفتم و لو میرفت که خلاصه ماشین ما نصف شبی برداشتیم زدیم بیرون. یه نگاهی رفت دوباره به ماشینش کرد، ماشین نگاهی به ماشین من کرد، اومد دم پنجره، گفتش ماشین خودت از قبل سر گلگیرت خوردگی داشت، فقط رنگ تاکسی من روی لاک سفیدت مالیده شده. تاکسی ها اون موقع ها نارنجی رنگ بود، الان نمیدونم تاکسی های تهران چه رنگیه، راستش کاری نداریم. گفتش وقتی رفتی خونه در موتور رو باز کن، در روغن ترمز رو باز کن، یه خورده دستمال بزن تو روغن ترمز بمال روی این لاکه، تمیز میشه. گفتم داداش ماشین خودت چی؟ گفت فکر ماشین منو نکن. دقیقاً اینجاست این نکته که میخوام براتون بگم. گفت من تو رو ولت میکنم برو، فکرشم نکن، ولی اگه یه روزی یکی دیگه هم کارش لنگ بود تو هم همینجوری کار طرف رو را بنداز. من رفتم دقیقا همین کارو کردم. رنگ تاکسی رو گلگیر تمیز شد، مثل ماس پاک شد، تمیز شد و ماشین رو گذاشتم، سویچ رو گذاشتم جیب عموم. هیچ کس هم نفهمید که من ماشین رو برداشته بودم اون شب زده بودم بیرون. 5 سال گذشت. 5 سال بعدش تو میدون ونک داشتم مسافر کشی میکردم. 2 تا دختر خانم شیک از اون ور خیابون دست نگه داشتم. من فکر کردم تاکسی دربست میخوان. من تا ماشین دربست میخوان تاکسی که رانندگی نمیکردم، ماشین شخصی دی، ماشین بابا. تا صورتم به اون ور خیابون برگردم جلو نگاه کردم، یکی از تو پارک یه بابایی اومد زد بیرون با ماشین، منم زدم تو گلگیرش، گلگیر و سپرشو ردیف کردم. ماشین خودمونم
گلگیر و سپر و چراغ جلوش له شد. من هنوز ماشین پیاده نشده بودم، دهنم پر شد. بابا کوری، این چه جور پاک زدن بیرونه، چرا نگاه نمی‌کنی مرد حسابی؟ یه دفعه صدای راننده تاکسی اومد تو گوشم که بهم گفت اگه یه روزی کارت کسی دیگه هم لنگ بود تو همونو ول کن بره. طرف تا اومد التماس کنه داداش ببخشید من 3 تا زن دارم یه بچه دارم، برعکسش 3 تا بچه دارم یه زن دارم، اومد التماس کنه. اینجوری بهش کردم گفتم برو داداش بیخیال. فقط اینجا اشتباه کردم، باید بهش میگفتم تو هم اگه یه روزی کار کسی لنگ بود تو هم کار طرفو را بنداز. منظور حرفم این خواهش من تو گوشت باشه، اگه یه موقعی برای کسی کاری کردی به عنوان تشکر از اون راننده تاکسی ازت خواهش میکنم به طرف بگو من کار تو رو را میندازم، تو هم کار کسی دیگر رو اگه لنگ بود کارش رو را بنداز. دمتون گرم، مرسی که صدامو گوش دادی، حرفامو گوش دادی.